درختی که در صورت زخمی شدن خونریزی می کند، یا جنگلی در یوتا که تمام ریشه های آن یک دی واحد دارد، یا درختی در برزیل که میوه هایش روی تنه درخت رشد می کند. همه اینها در این ویدیو مشاهده خواهید کرد و با عجیبترین و شگفت انگیزترین درختان دنیا آشنا خواهید شد. درخت شماره 1 در یمن می روید. در جزیره صخرتی یمن رشد می کند و به خاطر شیره قرمز رنگی که از تنه‌اش خارج می شود به درخت خون اژدها معروف شده است. مردم محلی از این شیره به عنوان داروی گیاهی و رنگ طبیعی استفاده می کنند. درخت شماره 2 درخت بائوباب در آفریقا ماداگاسکار. این درخت که به درخت وارونه هم معروف است بیش از 2000 سال عمر دارد. شاخه های ضخیمش شبیه ریشه هایی هستند که از آسمان بیرون زدند. نکته جالبتر این است که می توان هزاران لیتر آب را در تنه خود ذخیره کند تا در دوره های خشکسالی زنده بماند. دقیقاً مانند یک مخزن طبیعی در وسط بیابونی خشک و بی‌آب و علف. شماره 3 درخت اوکالیپتوس رنگین کمانی در جنوب شرقی آسیا، عمدتاً در فیلیپین. یکی از زیباترین درختان دنیا که انگار از دل یک نقاشی بیرون آمده است. پوست این درخت به صورت طبیعی رنگ‌های سبز، زرد، نارنجی، قرمز و بنفش دارد. دلیل این پدیده عجیب پوست این درخت است که هر سال به تدریج می‌ریزد و رنگ‌های مختلفی را در طول سال نمایان می‌کند. یک شاهکار هنری در دل طبیعت. درخت شماره 4 درخت زندانی در استرالیا و بومی این کشور است. در این منطقه می‌روید. این درخت غول‌پیکر در استرالیا زمانی به عنوان زندان طبیعی استفاده می‌شد و به خاطر همین این نام را بر روی آن گذاشتند. پلیس‌های استرالیایی در قرن 19 زندانی‌ها را در داخل تنه توخالی این درخت حبس می‌کردند. یک زندان طبیعی که هیچ راه فراری نداشت. همکنون این درختان غول‌پیکر به عنوان یک جاذبه طبیعی و توریستی برای گردشگران جذاب و خیلی زیباست. کدام درخت برای شما عجیب تر بود؟ توی کامنت ها برام بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای شگفت انگیز بعدی با خبر بشید. ممنون از نگاه زیباتون. جنگل های کاج لهستان. درختان کج. در یک جنگل عجیب در لهستان بیش از 400 درخت کاج وجود دارد که همه آنها در قسمت‌های پایینی تنه یک خمیدگی عجیب به شکل حرف جی انگلیسی وجود دارد. دانشمندان هنوز به طور دقیق نمی‌دانند چرا این درختان اینطور رشد کردند. برخی معتقدند که کشاورزان در گذشته این درختان را عمدن خم کردند تا از چوبشان برای ساخت قایق و مبلمان استفاده کنند، اما هنوز دلیل کجی این یک معماست. جالب توجه این است که بقیه درختان به صورت طبیعی رشد می کند و فقط این 400 درخت است که از سال 1930 میلادی در این منطقه کاشته شده است. این جنگل در نزدیکی شهر گریفینو در لهستان است. نظرات مختلفی در بین دانشمندان رد و بدل می شود، از دخالت انسانی گرفته تا شرایط آب و هوایی، پدیده‌های گرانشی و جهش ژنتیکی. ولی هر آنچه که هست، امروزه این جنگل کج یکی از جاذبه‌های گردشگری پرطرفدار و یکی از عجایب طبیعی به شمار می رود. روی تنه درخت رویده چه حسی دارید؟ این یک درخت معمولی نیست. این درخت جابوتیکا عجیب ترین درخت میوه جهان است که به انگور برزیل هم معروف است. جابوتیکا درخت بومی برزیل، اوروگوئه و قسمتی از بولیوی است، ولی عمدتاً در برزیل یافت می شود. کمتر درخت تو دنیا دیده میشه که میوه‌هاش به جای شاخه‌های نازک مستقیما روی تنه و شاخه‌های اصلی رشد میکنه. باعث شده جابوتیکا با ظاهری شبیه به یک مجسمه زنده داشته باشه.
هر سال هزاران گردشگر فقط برای دیدن این درخت عجیب به باغ‌های استوایی برزیل سفر می‌کنند. میوه‌های این درخت طعم ترکیبی انگور و آلو دارند و تو نوشیدنی‌های محلی و حتی داروهای سنتی نیز استفاده میشه. تصور کن هزاران درخت کنار هم، ولی در واقع فقط یک درخته. درختی که 80,000 سال عمر داره و یکی از سنگین‌ترین موجودات زنده جهانه. این افسانه به نام پاندو بزرگترین کلون زنده روی جنگلی از درختان آسپن لرزان در ایالت یوتای آمریکاست. از دور که نگاه کنی فقط یک جنگل معمولیه، اما وقتی به دی ان ای درختان نگاه کنی همه اونها یکسان هستند. همه این درختها شاخه‌هایی از یک ریشه در زیر زمین که هزاران سال زنده موندن و هر درخت جدید بخشی از اما چیزی که پاندو و این جنگل رو عجیبش میکنه وزن عجیبشه. مجموعاً حدوداً 6,000 تن وزن داره که بهش لقب سنگین ترین موجودات زنده جهان